سلام، من فاطمه هستم، فاطمه خندان. فیزیک خوندم، دانشجوی اسبق فیزیک تربیت مدرس و الزهرا بودم و احتمالاً دانشجوی آینده پلی‌تکنیک میلان. میگم احتمالاً به خاطر اینکه پارسال دانشجوی قطعی بولونیا بودم و نشد. پذیرش گرفته بودم از دانشگاه بولونیا، ولی متاسفانه سفارت وقت نداد، جز کسایی بودم که جا موندن و داستان این نبود که حالا چرا مؤسسه‌های مهاجرتی تونستن ما نتونستیم. نه، اینجوری نبود. خیلی از بچه‌هایی که داده بودن دست مؤسسه ها هم نتونستن به خاطر اینکه ایتالیا اعلام کرد که ظرفیتمون پر شده و امسال احتمالاً میرم میلان، ولی سریعتر اقدام کردم. احتمالاً جز دانشجویی باشم که اولین دانشجویی باشم که امسال وارد ایتالیا میشه از ایران. خب اینم مشکلات تو ایران بودنه. خب بگذاریم. حالا من قراره که از این به بعد راجع به مهاجرت تحصیلی حرف بزنم یا همون اپلای کردن. چیزی که توی هر کاری که ما میخوایم انجام بدیم مهمه که در نظر بگیریم اینه که برای اون کار ما یه چی داشته باشیم، پلن داشته باشیم، یه مسیر داشته باشیم. برای مهاجرت تحصیلی خب این پلنه خیلی مشخصه و خیلی پیچیدگی خاصی هم نداره که من قراره که توی این ویدیو راجبش حرف بزنم باهاتون. خب کاری که باید انجام بدیم توی اولین مرحله آزاد کردن مدرکه. برای کسایی که دانشگاه آزاد بودن یا دانشگاه سراسری شبانه بودن فرقی نمیکنه. هر دوتای این قشر میتونن به راحتی درخواست بدن و مدرکشون رو بگیرن. بچه‌ای که دانشگاه روزانه بودن، سراسری روزانه بودن، اینا باید یه سری فرآیند رو انجام بدن. فرآیندی که برای این کار باید انجام بدن چیه؟ یا باید پول بدین مدرکتون رو آزاد بکنین، یا همین که باید بدید اداره کاریابی. حالا کاریابی داستانش چجوریه؟ کاریابی داستانش اینه که شما مدرک موقتتون رو که گرفتید میبرید اینو میدید به یکی از اداره های کاریابی توی شهرتون و مهم نیست که حالا مثلا شما توی استان درس خوندین حتما مدرکتون استان بدید کاریابی. نه، میتونید اون استان یا استان دیگه هم بدین، یا شهر دیگه هم ببرید. مثلا اگه تهران بودین، تبریز، شیراز، هر جای دیگه میتونید مدرکتون رو ببرین بدین کاریابی. شما مدرکتون رو میدین کاریابی. بعد از اینکه برای هر مدرک 6 ماه بگذره و اونا کار پیدا نکنن برای شما، یعنی مثلا لیسانس 6 ماه و ارشد هم اگه داری دوباره 6 ماه، یعنی جمعاً مثلا برای کسی که ارشدش هم میخواد آزاد بکنه و هر دوتاش سراسری بوده روزانه 1 سال زمان لازمه. بعد از 1 سال شما میرین و نامه اون اداره کاریابی رو میگیرین مبتنی بر اینکه مدارکتون آزاده. میبرید اداره کاریابی استان، اداره کل، و بعد از اون اونا یه سری حالا کارا میکنن و یه سری امضاها و این داستانا و نهایتا شما نامه کاریابیتون رو از اداره کل استان میگیرید. و من یه کاری که کردم این بود که دقیقاً سر 1 سال رفتم مدرکمو گرفتم و خب این مثل این که خیلی چیز نیست، موجه نیست. شما مثلا بذارید 1 سال و 2-3 روز بگذره از اون مدت زمانی که مدرکتون رو دادید به کاریابی و بعدش برید برای ادامه کارا. خب این از آزادسازی مدارک. حالا توی این مدتی که مثلا حالا 1 سال قرار طول بکشه، 5-6 ماه قرار طول بکشه، شما باید زبان بخونین و اگه زبانتون خوبه که چی، اگه نه توی این مدت مثلا شروع کنین سرچ کنین برای پوزیشن پیدا کردن، پروگرام پیدا کردن، استاد پیدا کردن. و خب این
البته مثلا بعضیا خب زبانشون خوبه و حالا خیلی لازم ندارن که اون زمان رو برای زبان بذارن، یا مثلا بعضیا از سال آخر مثلا تحصیلشون شروع میکنن به همه این کار رو انجام دادن، زبان خوندن و پوزیشن پیدا کردن. ولی بالا بستگی به خودتون و شرایطتون داره و اینکه توانتون چقدر میتونید سال آخر این کار انجام بدید، نمیتونید، بستگی داره. ولی معمولش اینه که حدوداً 1 سال و نیم همه این کارا مثلا زبان و پوزیشن پیدا کردن و اینا طول میکشه. حالا اینکه حالا مثلا هر دانشگاهی چه ریکوایرمنت هایی داره، یعنی شما چه شرایطی باید داشته باشید که دانشگاه، یعنی حداقل شرایط باید داشته باشید که دانشگاه درجا شما رو ریجکت نکنه، و اینکه اصلا چجوری پوزیشن پیدا کنید، پروگرامر رو چجوری پیدا بکنید، کمترین حداقل نمره زبانی که باید داشته باشید چیه، کلا چه مدارک دیگه‌ای برای چه دانشگاهایی لازمه. راجع به اینا هم توی ویدیوی دیگه صحبت میکنم و برای اینکه میخوام که طولانی نشه ویدیوها و از حوصله خارج نشه. دوستتون دارم. خدافظ.